در ناحیه وسه با مقصد دستگیری بیماران و طبیبان بیمارخانه رقم 5 واقع در دهه اوغجر جماعت دهات به نام میرعلی محمد علیف از جانب صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه کمک‌های خیریوی وارد می‌گردند. کمک نوبتی از جماعت دهات گلستان از نام خوجگی دهخانی به نام عبدالرحمن رهبرش جمشید دولتزاده و اهل اولیه دولتزاده ها از دهه دهنچیان از موادهای غذایی عبارت بوده مبلغ زیاده از 10,000 سومانی را تشکیل می‌نماید. ما یک گروه صاحبکاران ناحیه وسه اقدام جناب عالی را پیش گرفته خودمان در کنار نگذاراندیم که در همین وبای آمده که در روی دنیا آمده خودمان به طرف نگذرانده از حساب خوجگی دهخانی عبدالرحمن برادران دولتزاده ها یک قدر هم باشه همین سهم خودمان در این بیمارخانه آخجر ناحیه وسه گذراندیم. ما از حکومت محلی ناحیه از صاحبکاران از همه کارگران جماعت به نهایت خرسندیم که در این روزی وزمین در این روزی که همین کسلی تمام جهان چلی که میدونیم فرا گرفته است دست یاری دست کمک دراز کرده ایستادن و طبیبان و مسئولان از همه اینا مینداری میکنیم از نام اهل جماعت بیمارخانه اهل دکتران اهل متخصصان و همه مینداری میکنیم که در همین روزی وزمین در همین روز هممون دستگیری کرده است. رحمت کلام تشکر زیاد از دست ما چیزی که میآید ما برای خلقمون برای بیمارانمون چیزی که از دستمون میاد میکنیم شروع میکنیم که هم بیماران از اینجا توبه یافته شفا یافته از بیمارخانه ما برآمده. در بیمارخانه رقم 5 22 نفر کارمندان تیپ 5 نفر دکتران 9 نفر کارمندان میانه طبی و 8 نفر دیگر کارمندان با طبابت بیماران مشغول میباشند. در این روز 7 نفر بیماران شفا یافته با اظهار مینه‌داری از طبیبان از بیمارخانه جواب شدند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه وسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.